معمولا روزهای بعد از نرمشوی مناسبات سیاسی ازبکان و تاجیک‌ها گذرگاه مرزی سرزم واقع در حدود ناحیه پنجکند سیر آدم است. تا وقتی که ویزا بود رفت آمد شهروندان کم بود. بعدی که ویزا رو از بین برداشتن خیلی زیاد شده ایستاده است. مردم گروه از دو طرف مرز به عیادت خویشان میشتابند. کسانی هم هستند که 10 سال پدر و مادر خود را ندیدند. حالا این فرصت نرمی را میخواهند که از دست ندهند. من نقض گذشته اومدیم. پیشتر خیم بود، ویزا میکردیم، چخت سرسام بودیم، از طرف او میگذشتیم. هازینه نقض من به ملال گذشته سه. شما ببینید جان، چون برای چی اومده دیگر مخونه باشه؟ اوچوی داده و خونه‌شون اینجا ده هم اومده. شما از این سفر کرد رفته؟ ایره با. در پیش در چند سال یک بار اومده؟ 10 سال به اکنون گذشته سه. گذرگاه مرزی سرزم جرتپا را ازبکستان 8 سال پیش بست و روای ساکنان نواحی نزدیک به سرحد در این موضع مشکل گردید. ویزا گرفتن در کار، اواسط تلگرام باید بیاد، و اگر افراد کنی، و پاسپورت سواره، آچیلات ببری، اتنیت پر کنی، ایستو کنی، چند قد داده وای بود. کی به بفراد همین؟ حالا ما 20 سال وایو 27 سال چون اومده بود تلفن کرد، وای کردیم. حساب کتاب کرده. 95 سال پدرم گذشته بود آمده بودن. 95 سال. هم بودن نه وای اومده نه اومده. بستن گذرگاه مرزی سرزم را مردم این نواحی به نام پرزیدنت سابق ازبکستان دیوار کریموف نامیدند. پیشتر سرحدبانان تاجیک دغل بودند. حالا چنان مهربانند که خرسندم. حتی در قیاس به مرزبانان ازبک تاجیکان مهربان ترند. امام علی رحمان و شوکت میرزیایوف رهبران تاجیکستان و ازبکستان بعد از مرگ اسلام کریموف نظرات سیاسی دو کشور را تجدید کردند. باز شدن مرز و امتیازهای روادید بخش اعظمی از سیاست مقبول مردم نواحی سرحدی گردید. بسیار خوشبختیم. دائم و ابدی دوستی ها ابدی شود. وطن تیز باشد، آسمان مصفا باشد. حالا که ساکنان دو طرف مرز تا 30 روز حقوق بی روادید در حدود هم مانده را پیدا کردند، شرایط یکدیگر را قیاس میکنند. مثلا روحوی ما به نهایت فرق میکنند. روحوی ما همش هموار، هم قدر خوشروی. روحوی و یا کمک بهتر کردنشان با اگر باشد با بهتر. در ما خیلی هر یک چیزا پروداکتن، مال و اشیاءهای میخوردگی به نهایت بسیار چیزهایی که ما ویبری کلان داریم. لیکن در اونجا کمتر محصولات ها بسیار اینقدر بسیار نیستن. چی میبرید برای؟ نه این علافی وای. سیو علاف اینجا گرفتیم. اونجا نیست آخه ازبکستان. سوغاتی. وای ما داشته گرفته که اینا هاوز گرفتیم. اونجا چند تا تاقا داره. یک تایی بیتیم 4 تا اینجا. چند تاقا داره؟ بسیاره. الکی نقطه های مرزی نیز به موضع جالب برای گرفتن درآمد تبدیل می‌یابد. مثلا ما که در همین خط سیر حرکت میکنیم نهایت وی درآمدی نقص دیده ایستادیم. در دل مردم هنوز هراس هست که وضع میتواند به کلی دیگر شود. بناهن از این لحظه ها میخواهند بهره بگیرند.